و پیامبر نگفتن که از الله جنت رو بخوا، پیامبر نگفتن از الله مثلا عافیت دنیا و آخرت رو بخوا. گفتن نه، در شبهای قدر از الله بخوا که تو را بخشد و کلید تمامی موفقیت های آخرت دنیا در بخشیده شدن از خواهران عزیز. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. حضرت نوح هم چی میگن؟ شما استغفار کنید، خدایا ما را ببخش، گناه های ما را تو از من هم با خبر هستی، ما را ببخش بگوید. وقتی شما طلب استغفار کردید، بدانید که پروردگار به شما برکت های آسمان را نازل میکند و شما را هم از جهت فرزند و هم از جهت مال بینیاز میکند. بخشیده شدن یعنی یکی از اولیای الله بودن.